بچه که بودم کار میکردم تا بتونم تمرین کنم، چون عین بقیه بچه ها نبودم. من بازی کودکانم کار کردن بود، تلاش واسه آینده بود، چون همه چی تو بچگی دیده بودم. این حرفی هم که میزنم واسه سن از 10 سالگی و 9 سالگی شروع شد تا سن 18 سالگی. ته حرفی که میخوام بزنم: بجنگید، بدوید، خسته نشید تا واسه پشتتون دیوار بخرید. پسری که پشتش دیوار نداشته باشه هیچ کس دوستش نداره. من همه جای این جوانی و کودکی و همه جاشو چرخیدم و فهمیدم پشتت وقتی بیوه باشه، پشتت وقتی دیوار نداشته باشی، برای هیچ کس اهمیت نداره. تلاش کنید، قطعاً یک روز از خودتون تشکر خواهید کرد. همه این روزا میگذره، ولی اونی که تلاش کرده واسه پشتش دیوار خریده همیشه و همیشه از خودش تشکر میکنه. خلاصه داستان، چیزی که میخوام بگم: بچه بودم، یه روز از سر کار داشتم میومدم، 12 سالم بود. من تو آهنگری کار میکردم میشه عمو. سرم روغنی شده بود، سیاه شده بود. بعد واسه این که پول تاکسی ندم 1 رو 20 دقیقه راه بود، همه رو میدویدم. یه روز که اومدم به بچه ها دست دادم، به نفر اول دست دادم، دست نداد، به نفر دوم دست دادم، دست داد، سوم، چهارم، پنجم. هیچ کس به من دست نداد، چون من نمیدونستم. اینجام همه سیاه شده بود، عرق کرده بودم، سیاه شده بود، چون روغنی بود سرم. بعد اون روز خیلی خورد شدم، خیلی شکستم. هرچی حرص داشتم توی میله بارفیکس میذاشتم. بعد تو راه خونه گریه میکردم، با خدا فقط من صحبت میکردم. میگفتم چرا همه دردا رو واسه من خریدی؟ واسه چی پشت من انقدر خالیه؟ بعد خوب اینا رو میفهمیدم، خوب میدونستم که اگه امروز ندوم تاوانش رو باید فردا با بدبختی پس بدم. چون خانواده هاشون گفته بود این پسره کثیفه، بهش دست ندید. اون روز گذشت، ولی اون روز به من چیزی یاد داد. اون روز به من یاد داد که پسری که پشتش دیوار نداره هیچ کس بهش اهمیت نمیده، حتی بهش دستم نمیدن. میخوام بگم نذارید پشتتون بیوه باشه، نذارید. جوونی کنم و اینا همه یه مش حرف. پول که نداشته باشی هیچ کس دوست نداره، هیچ کس دوست نداره. من اینا صراحت تجربه کردم، زندگی کردم. هم بالا رو دیدم، هم پایین رو دیدم. تو پایین هیچ خبری نیست برادر، تو پایین هیچ چیزی نیست جز درد، رنج. تلاش کنید با فکر، با کار کردن، و ناامید نشید و سعی کنید اگه 0 به 1 برسی، اگه 1 به 2 برسی، ولی تسلیم نشو. انشالله که اون بالا ببینمت. موفق باشید. ما هم بریم ادامه تمرین، ادامه روزهای تکراری. ولی مطمئنم، حس میکنم یه روز خدا جواب همه این تنهایی، جواب همه این سگ دو زدن ها رو خواهد داد. این آهنگی که میذارم، این سگ بیابونیه. این میاد پیش من اینجا استراحت میکنه، استراحت میکنه، به این پناه میده، چون میدونم ته دلش چیه، چون میدونم پشتش بیوه است. دوستتون دارم از صمیم قلبم. دوست دارم که
جوانای سرزمینم همیشه بالا باشه. هرچند که وضعیت مملکت آدم نگاه میکنه میخواد بالا بیاره، ولی شما تلاش کنید. دوستتون دارم از صمیم قلب. ما هم بریم ادامه تمرین. من و مستر ویک